اسطوره شناسی. مدیوسا کیست؟ مدیوسا از خانواده گورگن‌ها هست که زنان آنها با دم کشیده و پوسته مار با سری که روی اون مار هست شناخته می‌شوند. البته ممکن است سر آنها ماری وجود نداشته باشد. مردهای آنها هم مانند زنان دم مار مانند دارند، ولی بسیار کم پیش می‌آید که روی سر آنها مار قرار بگیرد. گورگن‌ها بیشتر در دریاها یا کناره‌های ساحل زندگی می‌کنند. آنها به خرد، اسرار خون، اجرای عدالت، حفاظت، تبعید، زیبایی، دگرگونی، کمک به پیشگویی، بیدار کردن تمایلات جنسی شناخته می‌شوند. نمادهای آنها به رنگ سبز و قرمز، سبزه و چمن و حماتیت سنگ خون است. سیگل یونانی نجومی آنها به این شکل است. اگر می‌خواهید داستان کامل زندگی مدیوسا را بدانید، کانال ما را ساب کنید، لایک کنید تا به زودی داستان آن را بگذارید و هر سوالی از علوم غیب دارید در کامنت ها بنویسید.